برنامه خبری و تحلیلی اخباری آزادی. سلام بیننده عزیز. امروز 29 ینور است. در برنامه آخرین خبرهای جهان و تاجیکستان پیشنهاد می شوند. نگاه به سرخط خبرهای برنامه. با رفتن بیگ صبور مشکل حل نشد. رئیس نوی خدمات علاقه وعده داد که سرعت و صفت اینترنت را بهتر می کند. ما در این مسئله با نمایندگان شرکت‌های موبیلی علاقه صحبت داشتیم. این را پورا همه جانبه می‌آموزیم. منصبداران دولتی چی دارایی دارند؟ نظرهای گوناگون درباره پیشنهاد آشکار کردن ثروت منصبداران تاجیک. اگر بدونم یگان کس مرا یگان چیز میته ندونم چی ندونستن با بهتر است که خوبتر خواب میکنم. بلاگری ازبک برای نوشتن شرح تحقیرآمیز در نوار روزنامه‌نگار در اینستاگرام از آزادی محروم شد. گفتید دختر عذاب دارد؟ من اوله خودم را دارم و تو اوله خود را. چی حق داری که به من درس میدی که چیکار کنم؟ برعکس بیگ صبور رئیس پیشین خدمات علاقه تاجیکستان رهبر نوتعیین این نهاد در نشست مطبوعاتی خود به نزد ژورنالیستان آمده به پرسش‌های آنها پاسخ داده است. سرعت و صفت پست اینترنت و گرانی نرخ آن از مسئله‌های بودند که در نشست امروز خدمات علاقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. رئیس نوی خدمات علاقه برای بهبودی وضع در این ساحه چی گفت؟ جزئیات در گزارش همکارانم شهلای عبدالله و علیشیر ظریفی. حجم 23.3% یا اینکه به مبلغ 37 میلیون سومانی. اسفندیار سعدالله رئیس تازه تعیین خدمات علاقه تاجیکستان اعتراف کرد که سرعت اینترنت در کشور پست است و کاربران از صفت آن ناراضی‌اند. او روز 29 ینور در نشست خبری گفت برای بهتر کردن خدمت رسانی‌ها چاره‌جویی خواهند کرد. ما تمام سعی و کوششمون رو برای بهتر نمودن صفت علاقه، بهتر نمودن خدمت رسانی‌ها در ساحه علاقه و اینچنین خوبتر و دسترس نمودن علاقه موبیلی نیز راه اندازی می‌نماییم. شکایت‌ها از سرعت پست و گرانی نرخ اینترنت در تاجیکستان سال‌ها صدا می‌دهند. ما در این مسئله با نمایندگان شرکت‌های موبیلی علاقه صحبت داشتیم. این را پورا همه جانبه می‌آموزیم. همچنین نیت داریم که در آینده نزدیک وابسته به نرخ اینترنت همکاری را زیچ نماییم و شرکت‌های وارد کننده اینترنت را وابسته نموده نرخ اینترنت را کمی پس نماییم. از سال 2018 بازار اینترنت تحت نظارت شرکت دولتی تاجیک تلکام قرار دارد. پیشتر شرکت‌های اینترنت رسانی تاجیکستان حق داشتند مستقلانه از خارج اینترنت بگیرند. با یک تصمیم بحث برانگیز خدمات علاقه آنها وظیفه‌دار شدند اینترنت را تنها از اداره دولتی تاجیک تلکام بخرند. باید که بازار در این ساحه آزاد باشد. هنگام موجود بودن بازار آزاد و رقابت آزاد بین شرکت ها آنها می توانند که در رشد تکنولوژی یک سهمگذار باشند و با رشد تکنولوژی اینچنین خدمت رسانی خود را بهتر کنند و در نتیجه تاثیر رقابت در بازار نرخ آن هم میتواند که پس شود. رئیس خدمات علاقه تاکید نمود که حالا 4 شرکتی وارد کننده اینترنت هست ولی در این باره شرح و توضیح بیشتر نداد. با اطلاع دیت ریپورتال تنها 41.5% اهالی تاجیکستان به اینترنت دسترسی دارند. در رده‌بندی سپید تست گلوبال ایندکس تاجیکستان از روی سرعت اینترنت موبیلی میان 143 کشور در مقام 139 قرار گرفته است. مقامات وعده داده است که صفت اینترنت را بهتر و نرخ‌ها را کمی پایین خواهد برد. اما با نظارت مقامات در بازار سوال اساسی این است که آیا واقعاً تغییراتی در راه است؟ یک سازمان معتبر بین المللی از مقامات تاجیکستان خواست که پرونده ضد روزنامه‌نگار رخشانه حکیم‌آور را بیکار کنند. دادستانی از دادگاه خواسته است که روزنامه‌نگار 17 سال زندانی شود. رخشانه مادر 2 کودک نابالغ، یکی 8 ماهه و دیگری 2.5 ساله است. در این باره کیومرث عطا گزارش می‌دهد. دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ روز 29 ینور در اظهارات گفت که روزنامه‌نگاران برای فعالیت‌های خود نباید به جوابگری جنایی کشیده شوند. مقامات در تاجیکستان رخشانه حکیم‌آور را در دایره پرونده مشهور به تبدلات به خیانت به دولت گمانزد می‌دانند.
به اطلاع دریافته دادستان روز 8 ینور خواسته است که دادرس او را 17 سال از آزادی محروم کند. قضیه او مهر مخفی دارد و جزئیاتش معلوم نیست. خودش با شرط بیرون رفتن از محل اقامت در آزادی است چون 2 طفل دارد. یک منبع نزدیک به تفتیشات پرونده رخشانه حکیمووا را به پرسش در مورد نفوذ چین در تاجیکستان پیوند داد. خود او و وکیل مدافعش برای شرح مسئله فعلا دسترس نیستند. در تاجیکستان درباره دارایی منصبداران زیاد صحبت می شود. اکثرا بر این نظرند که منصبداران از آن معاش رسمی که می گیرند بیشتر ثروت دارند. آژانسی خدمت دولتی می گوید نیت دارند دارایی منصبداران را آشکار کنند. تا کجا این امکان پذیر است و تا کجا دارایی واقعی منصبداران نشر خواهد شد؟ علیشیر ظریفی و براد یوسفی در این باره گزارش دارند. پس از چندین سالی بحثی سری اعلامیه دارایی منصبداران، آژانسی خدمت دولتی تاجیکستان تصمیم دارد این معلومات را برای جامعه رسما پیشنهاد کند. این خبر را رئیس تازه تعیین این نهاد الیاس ادریس‌زاده در نشست خبری روز سه‌شنبه 28 ینور اعلام کرد. اعلام کردن اعلام کنونی و چیز طوری که من حوزه مواد و قطعی شناس شدگی هستم در این سمت کاربری ادامه رفته ایستاده است و سندهای معیاری حقوقی با وزارت اداره ها موافقه کرده شده ایستاده است و نقطه نهایی بعدی که یک خلاصه معین می شود در این قسمت و شما به طور علاوه خبر کرده می شود. منصبداران تاجیک یا خدمتیان دولتی درباره دارایی‌های خود به آژانسی خدمت دولتی اعلامیه پیشنهاد می‌کنند. این معلومات رسما پخش نمی‌شود و جامعه درباره دارایی‌های منصبداران چیزی نمی‌داند. ساکنان درباره دانستن دارایی‌های منصبداران یا تا کجا شفاف اعلام کردن این دارایی‌ها نظرهای مختلف دارند. نظری من نمی‌کند هیچ کس نمی‌کند. نه. یکی برای شما اهمیت داره که بدون؟ برای من چی در کار؟ اگر بدونم یگان کس مرا یگان چیز میته ندونم چی ندونستن بو بهتر است که خوبتر خواب میکنم. اهمیت داره که ساخت سالون من آدمو خونه هم کردن من سکسیوی کلان گرفتم ماشین گرفتم. با فکرم هم پیشنهاد نمیکنن این کی و چون که بسیاریان نامی دیگران را میگیرن، خانه میگیرن، ماشین میگیرن، هم خودش بیزنسش و وایش وای نمیکنه. این کار نمیشه، این ممکن مجبوری میشود. انا خودش این درکارم نیست. یک کس وایش دانستم همین منصبدارا کی منصب به گرفتن همون ایوای پراورکا میگذارن، همون خودشون پراورکا کنن که همین چند قدا چی دارد و داره دیگر آدم‌ها چی در کاره. حاضر خدا باشکر همه چی داره. موضوع افشای دارایی منصبداران در سال 2019 و زمان داغ شد که رئیس پیشین آژانسی خدمت دولتی تاجیکستان جمعه دولت گفته بود جامعه تاجیکستان به قبول آن آماده نیست. در تاجیکستان نزدیک 19000 خدمتچی دولتی کار میکنند که به اطلاع رسمی معاش میانه آنها 1940 سامانی کمتر از $200 آمریکایی را تشکیل میدهد، ولی دارایی آنها به مراتب بیشتر از درآمدشان حد زده می شود. سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. کمیسریت عالی سازمان ملل در امور گریزه‌ها از اخراج پناهجویان افغانستانی از تاجیکستان نگرانی کرده از دوشنبه خواسته است این کار را بس کند. نمایندگان کمیسریت به خبرگزاری فرانس پرس گفتند تنها در ماه دکمبر سال 2024 80 افغانستانی از تاجیکستان به وطنشان فرستاده شدند. با اطلاع سازمان ملل اکثر اخراج شده ها سند گریزگی داشتند. نمایندگان کمیسریت عالی سازمان ملل گفتند مجبورند به کشورش بازپس فرستادن شخصی که زیر خطر شکنجه قرار دارد مخالف قانون درباره گریزه های تاجیکستان است. شهلای عبدالله این موضوع را پیگیری کرده است. شهر وحدت، مکانی که اکثر مهاجران افغانستانی اینجا زندگی می کنند. اخراج بعضی آنها از قلمرو تاجیکستان به افغانستان زیر حکومت طالبان پناهجویان را نگران کرده است. که میگه ریتاز بود ما واقعا اگر سر بر وقت بریم در بازار بعد وقت نمیریم میستیم در جای خود میستیم کسی ما رو چیزی نمیگه. با دلیل امنیتی خانواده افراد اخراج شده حاضر نشدند در روبروی دوربین آزادی صحبت کنند.
ولی بعضی از پناهجویان میگویند ریدهایی که برای بازداشت نفرانی که قاعده های بود و باش را رعایت نمیکنند به کار و زندگی آنها به تاثیر نمانده است. که یک شهروند عادی است این بسیار ضرر را میرساند، چرا که هم از درس میمانه، هم از تحصیل میمانه، هم از کار میمانه. زیادترین یعنی ضرر را که میبینه مردم عادی میبینه. در 2 ماه اخیر که خبر اخراج پناهجویان افغان از تاجیکستان نشر و پخش می شود، هیچ نهادی رسمی مسئله را شرح نداده است. یک منبع آگاه از قضیه به شرط ذکر نشدن نامش به رادیو آزادی گفت به حساب آنها نزدیک 37 مهاجر افغانستانی در روزهای اخیر از تاجیکستان اخراج شدند. منبع افزود این نفران برای نقض قاعده های بود و باش و دیگر قاعده ویرانکنی ها از تاجیکستان اخراج گشتند. کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور گریزه ها از اخراج اجباری پناهندگان از تاجیکستان ابراز نگرانی کرد و از مقامات تاجیکستان خواست که از این کار خودداری کنند. بر اساس قانون‌های بین‌المللی اخراج چنین افراد به کشوری که جانشان در خطر است منع میباشد. در تاجیکستان تقریباً 10,000 شهروند افغانستان زندگی میکنند. اکثر آنها میگویند از ترس طالبان به تاجیکستان فرار کردند. این گروه تندرو بیشتر از 3 سال باز در افغانستان حکومت میکند و به نقض حقوق آدمان به ویژه زنان و دختران متهم است. با موضوع دیگر برنامه را از کشور همسایه تاجیکستان ادامه میدیم. در ازبکستان یک بلاگر را برای تحقیر نیلوفر ساتیبولدی و برنده تلویزیون جزا دادند. بلاگر ژورنالیست را تنقید کرده بود که دخترش را نادرست تربیت میکند. دادگاه بلاگر را گناهکار دانسته او را به 1 سال کارهای اصلاحی و برگردانیدن 10% مزد کارش به فایده دولت حکم صادر کرده است. همکارم خیرامان بقازاده گزارش میدهد. ماه مارت سال گذشته نیلوفر ساتیبولدی و رقص با دخترش را از ساحل بحر در تایلند در صحیفه‌اش در اینستاگرام نشر کرد. در زیر نوار او شرح زیاد نوشتند که بیشترش تحقیرآمیز بود. از جمله بلاگر 38 ساله ساکن ولایت نوایی ازبکستان نیز به تحقیر ژورنالیست ایبدار شد. معلوم نیست که بلاگر که نامش ذکر نمی شود به ژورنالیست چی نوشته است، چون نیلوفر حالا شرح‌های زیر نوارش را بسته است. ماه آگوست سال گذشته بلاگر را با گمان قلابی بازداشت کردند. در مرافعه‌ای که با دعوای نیلوفر برگزار شد او از مؤسسه اصلاحی آنلاینی اشتراک کرد. بلاگر در مرافعه گفت که همیشه آرزوی داشتن دختر را داشت و وقتی رقص ژورنالیست با دخترش را دید فکر کرد که این زن فرزندش را بر راه نادرست میبرد و احساسی شد. او گفت پشیمان شده است و از ژورنالیست عذر میپرسد. نیلوفر ساتیبولدی و او را نبخشید و گفت این باید به دیگران درس شود که از نوشتن شرح تحقیرآمیز خودداری کنند. من گناهگار شدم که تو آرزوی داشتن دختر را داری. چرا به من نوشتی؟ من به تو مراجعت کردم، کمک و مصلحت پرسیدم. گفتی دختر عذاب دارد، من اوله خودم را دارم و تو اوله خود را. چی حق داری که به من درس میدهی که چیکار کنم؟ این بی احترامی است. میدونی؟ خب نما او yerda nima hurmatsizlik ko'rdingiz؟ این دختر لباسای نیم برهنه می پوشد. شما برای دخترتان نمونه خوب نیستید و او را تربیت بد می کنید. نیلوفر ساتیبولدی و گفته است تا آخر تلاش کرد که بلاگر جزا گیرد و این به آنهایی که شرح‌های تحقیرآمیز می نویسند باید درس شود. دادگاه بلاگر را گناهکار اعلام کرد و به 1 سال کار اصلاحی با ستانیدن 10% معاشش به فایده دولت محکوم کرد. سپاس که ما را همراهی نمودید. بیشتر خبرهای ما را در سامانه آزادی ARG و صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب و تلگرام و تیک تاک و ایکس پیگیری کنید. خدا نگهدار شما باشد تا برنامه‌های دیگر.